پول اینترنتی 700 800 میلیونه. تو 700 800 میلیون خدا وکیلی چقدر سود می‌خوری؟ اگه شاخه بخوای معامله کنی توی تریلی بار 2 میلیون و 500. اسمش بزرگه آهن فروشی. درآمدش زیاد چنگی به دل نمیزنه. ولی ما که شغل پدریمونه دیگه وایسادیم تو این کار دیگه هم بلد نیستیم. علمش نداریم. ما شغلمون میگرده نرماله، اندازه سایز می‌کنیم، با خیلی چی برش می‌کنیم، خم می‌کنیم. شغلمون اینه دیگه. دوستش داشته باشیم نداشته باشیم، باشه کشک خالمونه. بیایم وایس کار کنیم. خود نمیدونم بهشون. سعی می‌کنیم بچه‌مون رو بیاریم تو این شغل. باید برن مردم شرکت بزنن، دیگه هر چی کار میکنن بر حسب کارکردشون به دولت مالیات بدن. دیگه نمیشه غیر رسمی زیاد کار کرد. میلگرد میشه با شمارش خرید کرد، یعنی بس نکنی. میلگرد با شمارش، مثلا با شمارشی شما میخرید، اون طرفی که به شما میفروشه برمی‌داره سبک‌ترش رو انتخاب میکنه که سود بیشتری میده. یعنی مثلا میلگرد 16 نیشابور 16 دیگه‌ای هم داره که سبک‌تر باشه. شما در همدان داره 2 کیلو سبک‌تر. تو شاخه 12 متری 2 کیلو سبک‌تر. ولی بر حسب وزن خریداری کنی خیلی بهتره. یعنی اصلا توصیه نمی‌کنی که مثلا شمارشی میلگرد بخرم. نه. اصلا نماینده خریدارم نماینده خریدار بیاد 0 تا 100 حضور داشته باشه. آره دیگه حضور داشته باشه دیگه خیالش راحته. دیگه همسر دوز نمی‌کنه. تقصیر خریداره. خریدار میدون میده به فروشنده که فروشنده دزدی میکنه. چجوری؟ خریدار طمع داره. یا مثلا قیمت میلگردو تو سایت هم می‌بینی، مثلا توی کارخونه ها رو سرچ کنه میفهمه چیه. بعد میخواد 1000 تومان از کارخونه ارزون خره. کارخونه ها که میلگردو میفروشن 1000 تومان هزینه داره بیاد تهران. اونا میخوان 1000 تومان از کارخونه ارزون‌تر بخرن. میرن میافتن گیر آدمای نابود. پول اینترنتی 700 800 میلیونه. تو 700 800 میلیون خدا وکیلی چقدر سود می‌خوری؟ اگه شاخه بخوای معامله کنی توی تریلی بار 2 میلیون و 500. بابا هیچ کی باور نمیکنه تو 700 800 میلیون تو 2 میلیون 3 میلیون چه جوری اینو من به هر کی میگم باور نمیکنه. جوونا باید زیاده خواه نباشن، باید کم قانع باشن که روزی بیشتر واسهشون بیاد. اگه بخوام اولش فکر کنن که مثلا اونایی که تازه کارن، جوونا پسرای ما، اونایی که تازه میان تو این کارا میخوان مثلا ما که 30 سال تو این کاریم از ضایعاتشون کردیم اومدیم میخوان درآمد ما رو داشته باشن، ولی باید به کم قانع باشن، به حقوق کارمندی قانع باشن، یه جا کارو یاد بگیرن بعد بیان کار انجام بدن. از شغل ما زحمت زیاد داره. اگه یه روز دو روز سر کار نره روال کار از دست در میره. زحمت زیاد داره، استرس زیاد داره. بعد ما هم همکار فروشیم، اگه جنس داشته باشیم کسی با اون کاری نداره. ما باید جنس داشته باشیم تا به ما زنگ بزنن که اینو داری، این جنسو داری همکارا.